تا حالا فکر کردی پمپ بنزین ها بیش از 100 سال پیش چه شکلی بودن؟ اون زمان باید دسته ای رو با دست میچرخوندن تا سوخت پمپ بشه و مشتری‌ها هیچ ایده‌ای نداشتن واقعاً چه مقدار سوخت دریافت میکنن. خیلی زود نسل دوم پمپ بنزین ها ظاهر شد. سوخت داخل یک مخزن شیشه‌ای در بالای دستگاه پمپ میشد تا مشتری‌ها مقدار رو ببینن. اما مشکل این بود که این مخزن‌ها خیلی کوچیک بودن و بعد از سوختگیری فقط چند ماشین خالی میشدن. تا سال 1913 اولین پمپ بنزین واقعی ساخته نشد. این ایستگاه یک مخزن بزرگ زیرزمینی و 6 پمپ روی زمین داشت که سوختگیری رو خیلی سریعتر و کارآمدتر میکرد. اما یک خطر جدید به وجود اومد. خودروها بیشتر از نفت سفید به بنزین تغییر پیدا کرده بودند. بنزین خیلی قابل اشتعاله و سریع تبخیر میشه. فقط یک جرقه کوچک میتونست فاجعه به بار بیاره. پمپ بنزینای مدرن این مشکل رو کاملا حل کردن. وقتی کامیون سوخترسان مخزن زیرزمینی رو پر میکنه، به طور خودکار حدود 95% پر میشه و بعد یک شیر ایمنی باز میشه. یک شیر دیگه هم بخارهای قابل اشتعال رو به طور ایمن جمع آوری میکنه و بعد از خنک شدن بخارها دوباره به بنزین مایع تبدیل میشن.